تعاریف زیادی راجع به بازیگری وجود داره که من فکر میکنم یکی از جذاب ترین هاش، اون چیزی که به دل من چسبید، اینه که خلق یک شخصیت انسانی به واسطه انسان برای انسان. بازیگر خوب کسیه که کتابی رو میخونه و فراموش میکنه. من یک کتاب در رابطه با جامعه شناسی خوندم. در زندگی مواجه میشم با یک مقوله‌ای که میخوام رفتار کنم. کتاب باز میکنم، میگم صفحه 52 پاراگراف 2. میدوام میرم تو اون فضایی که نیاز بوده که رفتار بکنم، میگم صفحه 52 چی میگفت؟ آها خب پس من با شما این گونه رفتار میکنم. من کتاب رو خوندم، فراموشش کردم. باید فقط رفتار بکنم. این رفتار یعنی رفتار ناخودآگاه. روز اولی که پشت فرمون نشستید یادتونه به کلاج و دنده و ترمز نگاه میکردین، اما الان از اینجا یک مسافرت طولانی رو طی میکنید و اصلا فراموش میکنید که این اتومبیل شما دنده و کلاج و ترمز هم داره. بازیگری حرفه‌ای و بازیگری خوب یعنی کتابی رو بخوانیم و فراموش کنیم و فقط رفتار کنیم.